فرصت سفر با سرعت زودتر از صدا شاید یک قدم نزدیکتر شد. شرکت نوکار بوم سوپرسونیک هواپیمای فراسوتی XB1 را روز 28 ینور آزمایش کرد که صدایش از خود هواپیما عقیب میماند. آزمایش در فضای صحرای موهوه صورت گرفت. اولین بار است به یک شرکت خصوصی میسر می شود چنین هواپیما بسازد. چک یگر خلبان معروف اولین انسان است که سال 1947 با سرعت تیزتر از صدا پرواز کرده است. هواپیماهای فراسوتی جنگی حالا یک چیزی معمولی هستند، ولی هواپیماهای مسافربری فراسوتی بیشتر از 20 سال است از پرواز مانده‌اند. از سال 2003 که هواپیمای کانکورد را به اصطلاح به نفقه فرستادند. هواپیمای آفریده بریتانیا و فرانسه اگرچه موفق اما سرخرج بود و بلیط‌هایش فوق‌العاده گران بودند. حالا بوم سوپرسونیک می‌خواهد جایگزینی برای کانکورد بیاورد. قرار است هواپیمای XB1 تا 80 مسافر را در 3.5 ساعت از امریکا به اروپا برساند. برای طی کردن این مسافت به هواپیماهای معمولی نه کمتر از 7 ساعت لازم است. بلیک شال مدیر شرکت میگوید حالا مقررات قانونی سد در راه چنین پروازها است. So it's really a regulatory constraint. Today we have one of the silliest. ما حالا یکی از قاعده‌های احمقانه ترین در جهان را داریم که اجازه نمی‌دهد هواپیمای فراسوتی بر فضای زمین پرواز کند، هر قدر صدایش پست باشد هم. ما کاری را سر می‌کنیم که کانکورد می‌کرد. در فضای مناطق اهالی نشین با صدای سست‌تر پرواز می‌کنیم که باز هم 20% تیزتر از هواپیماهای بوئینگ و ایربس است. در بالای اقیانوس 2 برابر تیزتر پرواز می‌کنیم. بوم سوپرسونیک امیدوار است قاعده‌ها تغییر می‌یابند و خرج هواپیمای آنها در مقایسه با کانکورد بسیار کمتر می‌شود. شرکت هواپیماسازی یک کارخانه نو را چند پیش در شهر گرینسبورو در ایالت کارولینای شمالی به استفاده داده است. 130 درخواست و فرمایش از شرکت‌های امریکن ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز و ژاپن ایرلاینز گرفته است. ولی پیش از نشستن مسافران به هواپیماهای فراسوتی تحقیق و آزمایش‌های زیاده در پیش است.